ما خونده ولی میشنو من گیلک خبر ندارم ها من چی میفهم که کجا رفته ده بله عباس بگو انا خود عباس که سیت عباس چی میگه کی نه بابا ما خود لبر دیو اصلا سال یک سر دیونه کرده چرا یک سال میگه دخترم کجای دختر ما دختر چی خبر داریم برای ما کنده شو خودم خیلی مطمئن نباشه نه معمول از مکتب آمدم من گیلک کردیدم یه نمزاد نمزاد که اسراش آوردیش نگفته کجا میرم نه یار من خبر ندارم خبر به شما میگفتم به شما دیگه و از صبح رفته تالش که خبر ندارن ساعت 4 بجه کجا رفته دیگه خب میای این سر شاید پیداش هر جا باشه میای ما کنه نه خوشی هم مثلا نبوده که خوشی خب ما میرم به جای من نمیفهمم که شما برام گیلک نمیشناسین همین طرفه که کسی بخوام نباشه وقت اونجا خوبه میذاره میره بیرون چک زده حالا کم خیره باشه هر جا باشه میای دیگه خیره با حال خب خیره باشه حال مو اگه ببینم خود رای میکنم من مغزم میفهمم دیگه ببینم اونجا خورد مو سرخ دیگه باشه چشم باشه ولی بابا این خصوص گیلک میگه غم آدم میگه اشتباه کرده که نمزاد خوردش بدون اجازه برفته بیرون یکی داره اجازه داده خود ما چی ربطی داره چرا برای تو گیلک قرار میکنه من نمیفهم با مثل اجازه خصوص ریشته میره دختر میره تو میبینی که هم سیری به چلی به پولم کسی میاره میره نمزاد خواه میدارم میره بچه کهتر از صبح تا یک 40 دفعه به من زنگ ده که دخترم گیلک با کجا برده من چی خبر ده که کجا برده من ندیدم بابا ما تا دیونه کنیم برم روی سولاره در کنیم سیکو من میرم استرا میرم خب سیکو اگه بود اگه ری میکنم زن خورد داره بباره اگه نبید اگه بود هیچی دیگه یا الله تو بچه که دیگر بسیار بریم با آخر بشینیم یا جگر نمیدونم خب جای هست استدالو که بابا ببینا یا دیگه جگر نمیدونم بیا خطار ندیدیم آره مثل مرگ بریم دل خود نکرد دیگه چی میخوری جگر من؟ هرچی جگر شما دوست داریم هرچی شما بخوریم لالا لالا بیای جا ولی نمیدونم چی باید؟ بران یک چیز میدی بیاری که ما گوش نهیم خب برای چی سفارش دادیم معلوم مینو انتخاب کنه که ما برای مینو نماییم ما بران ما مینو نماییم ما دشمله داریم بخونی خوب میفهمم مینو عرول سیک و براد یا هرچی مینو یا افکازی بلی یا همه انتخاب کن هر کدوم بی برو تو بیار ها از اینو که رنگ برنگه شیریخ ها رنگ برنگ شیریخ نیو ها خب بس کنه نگاه دیگر نونه بده نونه کم کم میکنی جگر که سیر شیم بگه خوبه خوبه بفرمایید برادر دیگه چی مایی؟ بله نوشیدنی چی؟ نوشیدنی جوش میوه پیمی تو شرمایونه داری؟ تو چرا به من میگه دوست بده؟ جوش گفتم برادر بکر گوشو جوس ها جوس چیه؟ لکه داغی چیه باشه اگه سیر نشده سررز بیار بخون جیرو جو بخون چی دیگه من چی؟ نفهمیدم میگه بوسی جوس من خیال کردم میگه بوس لکه داغ بخوری تو به حجونی که نشدی
نه برو ما به خونه مرغا خود کلون شدم همینه بیاقی آخه شیریخ کدی خودی نو خورده بله شیریخ را کدی خودی نو خورده بیش نه این برم جهان تو هم رنگ خود نمیده بیاقی خاله یا خودی نو نکنید باده یعنی چون به خدا شیریخ بری چی خدا کنه این جیگرم این چی اینجا بیارم شیده کردم و بزنه بعد جیگرم خدا کنه این پس اصلا خوش نداره که کردن برو برو میپیشم تو مثل که خسور بری میشه که تو خوشی بری خودی کن باره اختیاری برو داری پیش نوربت ما بشی شیسته میگیری و یعنی میگوندگم چیز بیدی باید برو لکم بخی بخبر برا مشکلیات های بزنی جای نکنیم دیگه ما بیامده بده کن شما که جای کنیم سالتو بخواه برو تو ما میگه ما به تو اینجا باید به تو شیرخ بیاری مجین بیاری خوراک بیاری تو مار مغریبه باره این جگر نمایی ما بده کن از این نمیشیم باره بخوازیم باره برو که بیاری باره هر داریم که باره ما نمیشیم بده کن از این چی پیلا کنه بده یا شیرخاق بدی نه اینا هم که بفجر بستو باره به خدا خاله این نظر اینجا که دلت بند شما را میدوخت ما بیامده بده کن دکمان دیگه ناد بزنی بدی برو تو کولار بدی خیلی نداره ما باشه برو مثلا خسور خبست کنم یک دیگه آرام باشه برو جیگر باره جگر بیا جیگر برو علی بابا این بده کنه بستو آره من را خود ما بیامده تو من میزنی بره بیا شاگرد بشی چه دیگه میزنی تو چرا تنگیش نداری؟ تو با من اینجا بوسی بده بده اصلا بده کن نمیه بریم چقدر دادی به تنگیش من نخواهم ماما امی از نگه به چرچی من بخورم بابا بزن به تنگیش من بچه خونه خوب بشی از نگه خودی نون میخورم خود چی بخورم خود کله تو بخورم یکی داره دنیا ایشت آدم ها پیدا میشه بیاغن نواده دو تختی تو کم بیا جیگر یا میشنی بخوری بار تایی پاس نشه من نمیشینم بچه بیا جیگر من بشید اشته بیادبی بی تربیه هم بود آگی من همین بچه گر میگم آها او بچه گر اگه نه یا این بیتدی کنو بخور جیگر من چه داری بخور جیگر من تو جیگر نمیگی حاله به من حالا دیگه مسئولیت کنیم خوردنیم باش که من بخوریم مزه میده چه مزه میده اینا شاگردی بد اخلاقی بود کی؟ همین شاگردی به درد نمیخوری تو شاگردا دم به درد شده به خلیفه بگی میری به درد کن به خیال می این پیاره می بچه گگ بود که بیا مدیر صدا کرد این به خیال شمودن می بچه گگ بود بیا راسته بود این کلون ایسه ای مال از تو دوشه و کلون تر بود بسکای میته درد ندش خیلی قوت داره میخی گفه خب میخته بیلی خروز کجا بودی گیلک؟ کجا بودی؟ من برفته بدون خدا نزبات خب بچه بچه کر زده به چکر زده؟ تو هم اقضا نمیتونستی که من خواهی رو بگه که ما اون نوزاد میبینیم میشیم به چکر زده که اینجا خسور تو زنگ بچسبونده زنگ بزنه که این نوزاد خوبت داشته چرا ما نگفته کجا زنگ زنه که بیاره دختر من چی گفت گیلک؟ بابا جان خوشی من نبیدن خوشی من نبیدن به کسی بری چی لخ خوبه گفتم به شیر خوره تو یاد میمونه به شیر خوره تو که بری میشی به یک جایی که میری خود تری تو تعصب به شیر خورده بیدی تو تعصب بریش به شیر خورده بیدی تو یکه خوش کجا میرفتم ما برفتیم به خود چکر هم بدونی شورن خودم بخودیم چبلی کباب هم بخوردیم شیریخ هم خب همون خسور خو یا همون خوشوخ خو میگفته که نمی زنگ بزدی که من امزاد خمایی ور دارم ببرم به بازار ببرم یک دم سرگردون نشین و پریشون شی که اینا با کجا رفت بابا به من برای خوردی بگو تو من هم قطع میبی به چگاه چی لگ بودم اوه یاد میمونه حسین بزی که پا بیریم هوا میشه چه توی که پا میزنی گیلک مدام که تو بیری میشه خود امزاد خوی بر میری ما با جنجاله یا با ننه زنگ میزنه یا ما زنگ میزنه یا بابا دیر کنه شد از صبح بده دیگه خال امزاد تو به کجا به سلاما خود چرا نمیبری با خونه نمیبری بابا که میگم ما میشه نستیم برو گیلک امزاد خبر ده برو خونه آور بابا بردا برو
دیگه تستاره برو ورد که بابا خود بخاطر تو ما کار غریبی الان به خاطر تو میگه که تو پیدا کنم نه بده خودشون میرو لاجه تو دیدی جمعه رو با خیلیات بخیر جان تجوره شکل پای همین خرمناک ما برو رام بود اگه خوشحال ببرد با همینات کی لاد میکنی باور بکن لالا رمضانیه اگه با تو یک قصه بگم شاید باور تو نه همینو همین خرمن والا همین زمین والا باور بگو که پول پیشکی دادم که ما مگر برم خرمنا رو لاد کنم حالا که اصلا نمیته خورونده هم نمیتم حال پیشکی و پسکی نداره کی خرمن من لاد کرده که من پول تو نه امروز که خرمن لاد میکنم چی صبح می چی پاس صبح می چی پاس صبح بخیر خوشم و خدمت من دیگه چوری چی میبینی خودت که یک ترکتوله به می دی بستم یک ترکتوله بابا از ما صفاله نیم ساعت نمیشه و خیر بعد که صبح پیشین اگه نشو پاس صبح 100% سوی بکی میام بالا خرمن سر خرمن مردم نیم ساعت جلوتر بیام تا راه را مت یار کنه دورو میه به سر خرمن صبح بخیر خوشی میاد صبح امروز ما بقول ما خلاص کنم بخیر صحیح باز صبح ترکتورم تو مستقیم صبح ساعت 7 بجه بخیر خوشی میاد 100% دل جان دیگه فقط کارا آماده کنه فرا خورم بیاد بگم روز خیریات بخیر نورالله گیلک به چه ندیدی ساعت صبح خرمن لاد میکردم از پیش پتیر شد یک مچم یک زانی هم خودی بود فکر کنم زانی بود گفتم کجا میری گیلک نه هیچ نگو چرا از اون صبح توال بره توال نماده خصوصی هر دانه من زنگ میزنه که دخترم گیلک به کجا بوده چه کار کنه نمیفهمم خب دیوانه شما نامزاد نه چه خصوصی زنگ زنه نمیفهم خدا رو دیوانه کرده هر چون میبره دیگه همین نامزاد داری پاوری چیه چرا بعضی ما مردمی تو سختگیری میکنه نمیفهمم رمضان منم لات کردم پول دادم میام گندم گفتم باز نمازگار بیا در خونه ما خود چاپ دادیم پیش می بیا یک دیگه که نمازگار بیا پانی تو دیگه چیکار کنم من میبینی خداگاه نمازگار 100% بیا بخیر 100% بیا کوتون گندم خاطر که میفهمم خود شما مام تل میخرم خب بیونه میدی برای رمضان یا نمازگار میدی صبح میدی یادم کنه نمازگار پول پیش منیه یادم کنه پولا تو میدم اصلا برو سکو همین صبح خرمن لات که اثر زمین بیرون نش پولاتون میده خب پس یک کار کو تو نفر آخریم شب آماده کده بخیر برای صبح جام باش خود که بس صبح وقت ندارم رمضان من شیش پیجا من دیگه چهار اختیار میکنم نمازگار بیا دیگه خوبه باشه خوبه من شیش پیجا منو ساعت زمین چای هم تیار میکنم من میام دل جام باشه رمضان صحیح خوبه کار کنه در لالا تیار باش